بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درباره یکم اپریل که بسیاری از مردم خصوصا مردم مسلمان در این روز دروغ میگن و میگن این روز روزی هست که در این روز با یکدیگر شوخی میکنیم. اما ما گفتنی هستیم که نباید مسلمان در یگان از روزها دروغ بگه، باید مسلمان دروغگو نباشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن همیشه شما راست بگین، راستگو باشین. در حقیقت راست گفتن انسان به سوی تقوا و از الله ترسیدن راهنمایی میکنه و تقوای الله، ترس از الله انسان به سوی جنت راهنمایی میکنه و یک انسان همیشه راست میگه، راست قول و راست گفتار و راست رفتار است و راستی را همیشه جستجو میکنه حتی که در نزد الله راستگو نوشته میشوه. و میگه شما از دروغ گفتن، از سخنان دروغ برحذر باشید، پرهیز کنین، زیرا در حقیقت دروغ گفتن انسان به سوی بدیها میبره و بدیها انسان به سوی دوزخ میبره. و یک انسان همیشه دروغ میگه، همیشه دروغگو است، سخنانش همیشه دروغ است و چی همیشه کفتکاب میکنه که یک سخنی دروغی را به مردم برسانه تا اینکه در نزد الله دروغگو نوشته میشه. وقتی که ما میگیم که دروغ نگین، انسان ها را قهر میکنه که شما ملاها از پیش خودتان همه ایدها را حرام کردین، یعنی همین روز هم نمیمونین شوخی بکنیم. اما ما گفتنی هستیم که و یا سوال میتیان که آیا پیغمبر شوخی نمیکرد؟ ما میگیم که شوخی های پیغمبر صلی الله علیه وسلم از ابو هریره الله تعالی از او راضی باد که گفت با پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتیم شما با ما شوخی میکنید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند من بجز حق چیزی نمیگویم، یعنی من فقط سخن حق میگویم. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که اگر من شوخی هم کردم شوخی هم راست است، دروغ نیست. روایت ترمذی. یک دیگر از زید ابن اسلم روایت شده است که زنی بود نامش ایمن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت شوهر من شما را دعوت میکند، یعنی شوهر من میخواهد که شما نزدش بیاین، خانه بیاین پیش شوهر من. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند شوهر تو کیست؟ شوهر تو همونی هست که در چشمانش سفیدی دارد، یعنی شوهر تو هموی هست که در گرد چشمش سفیدی است. اون زن گفت سوگند به الله که در چشمان شوهر من سفیدی نیست. اون زن فکر دیگر کرد، ترسید. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند بله در چشمانش سفیدی هست. اون زن گفت نه سوگند به الله. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت کسی نیست که در چشمانش سفیدی نباشد، یعنی در گرد چشمای همه انسان سفیده. پیامبر صلی الله علیه وسلم منظورشون همون سخن بود، همون چیز بود. یعنی دیگر از حسن الله تعالی از او راضی بود روایت شده است که پیرزن سال خورده به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و از پیامبر صلی الله علیه وسلم طلب کرد که برایش دعا کند تا که داخل جنت شود. کمپیر آمد نزد پیامبر اکرم گفت که دعا کن که مرا الله داخل جنت کنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند پیران سالان داخل جنت نمیشوند، یعنی آدم که پیر شد داخل جنت نمیشود. آن زن به گریه آمد، گریه کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند تو در آن روز پیران سال نخواهی بود، یعنی تو داخل جنت پیر داخل نمیشی. الله میفرماید ما آن زنان را بیافریدیم و چی آفریدن زیبایی. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. چی آفریدنی زیبایی و آنها را باکره گردانیدیم، معشوق همسران خودند. یعنی الله تعالی پیران سالان بهشت ها را جوان کرده به بهشتش داخل میکند، با آن شکل پیریشان نمی باشند در جنت. سوره واقعه آیت های 35 تا 37. یعنی اون سخنهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم شوخی میکردن اون سخنها در حقیقت راست بودن، دروغ نبودن. مثل این روزی که مردم همه را در یک روز دروغ بسیار به مردم میگن و خودشون در نزد الله یعنی گناهگار میکنن، نامه اعمالشون از دروغ پر میکنن، سیاه میکنن. اون خیلی نبودن پیامبر صلی الله علیه وسلم.
و دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ما نهایتکم عنه فاجتنبوه، اون چیزی که شما را من کردم از او باز ایستید. شما را از دروغ من کردم، از دروغ باز ایستید، یعنی دروغ نگین که در نزد الله منافق نوشته میشه انسان. دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث میگه که 4 خصلت است که در هر انسان باشه او انسان منافق حساب میشه. انسان باید یکیش است که دروغ نگه، یکیش این است که امانت خیانت نکنه، یکیش این است که وعده خلافی نکنه، وفا کنه، یا یکیش این که عهد و پیمانش نشکنه. باید مسلمان دروغگو نباشه، راستگو باشه. اگر شوخی هم که کرد باید شوخیش راست باشه، به دیگر مسلمانان به سبب این شوخیش ضرر نرسونه. چقدر شوخیایی بود که چقدر انسان ها به سبب این شوخی، یعنی از سخن گفت که در اون شوخی بود واقعیت نداشت، او انسان از زندگیش جدا شد، او دیگرش به واسطه این شوخی تلخش کفید مرد، او دیگرش در یک فلاکت دیگر دچار شد به خاطر یک شوخی که یعنی راست نبود، دروغ بود. شوخی میکنم گفته جان چقدر انسان ها را چی یعنی از دست رفت، انسان ها جانشون از دست دادن. به همین خاطر هر چیزی که در اسلام واقعیت اساسیت داره ما باید همون را به جا بیاریم. اون چیزی که اساس نداره باید ما خودمون از او دور بگیریم. مسلمان باید راست گفتار و راست کردار و راست رفتار باشد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.